خدا تو را از بلاها نگه می‌دارد، خدا تو را از بیماری ها ان شاء الله نگه می‌دارد که پیغمبر خدا میگه دعوا مرضاکم بالصدقه، شما بیماری هاتون به سبب زکات دادن، صدقه دادن معالجه کنید. بسیار انسان هایی را میدانیم که از زکات نجات یافتند. یک برادر خطی مدت پیش با هم شدیم، در روسیه کار میکند، بسیار مال و ثروت دارد. میگه در بین دو ماشین کلان ماندم که از اونجا امید زنده ماندن نبود، دانستم که سبب انا همین زکات و صدقه است. یک مرد میگه در مسجد پیغمبر خدا نشسته بودم، میگه یک رفیق خیلی خوب داشتم که مال و ثروت زیاد داشت در مدینه، میگه بیماری رخش شده بود، میگه تمام دولت ها در رفتم علاج نیافتن، شب میگه در خانه خواب بودم، میگه گرسنه بودم، در راه میرفتم یک باغ زیبایی را دیدم، در باغ زیبا در آمدم دیدم در بین باغ یک خانه هست، از خانه یک زنی با حیایی که تمام جاش نمایان نبود و برآمد و گفت مرد خدا من همون بیماری تو هستم، مادری همون یتیمانی هستم که تو بیمار نیستی. وقتی میگه فردا خرسندی دوان به بیمارخانه رفتم، در اونجا از خون سپاریدم به دکترها، گفتند رگی داشتی نیست. میگه من هر ماه 22 یتیم صدقه میدادم، از مال زکاتم سالها است که میدم، اما اونها من را نمیدانند. ان فیها ادخال السرور علی المساکین و تفریج همومهم. وقتی مسلمان زکات میدهد، در زکات دادنش خرسندی در کمبغل ها میارد. وقتی کمبغل ها خرسند شوند، الله مهربان خوشنود میشده است و مشکلات آنها را دور میکند.